فایزشاه بودیم، بگیم در دوران آخر رفتیم و بگیم نشونهاش. آره، ما در حقیقتا در اواخر این دنیا قرار داریم، ولی تا اینجا واقعیت، از اینجا به بعد اگر کسی اومد به شما گفت فردا برای اون گروه هم گفتیم تو دانشگاه کجا بود اونجا؟ دانشکده توانبخشی برای اون دوستان هم توضیح دادیم. اگر کسی اومد به شما گفت که فردا یک هفته دیگه 10 روز دیگه ظهور اتفاق بیفته، دروغ میگن. گفت یک سال دیگه، دروغ میگن. اگر کسی گفت من با امام عصر در ارتباطم، دروغ میگه. اگر هر کس ادعا کرد من امام عصرم، دروغ میگه. از اینجا بعد ما با اطمینان به شما میگیم اگر کسی هم با حضراتی که رئیس این جهانن و مسئولیت این جهان رو به عهده دارن در ارتباط باشه، مطمئن باشید دانشجویان محکمه، دانشجویان دوست است که همه دندوناشون بکشید، زبونشون از قلقومش درآرید، از این خودنمایی ها رها کرد. اون با چیزی مربوط کرده اینقدر جذابه که هر خودنمایی رنگ باخته. ما در اواخر کار دنیایی، ولی 1 سال دیگه، 2 سال دیگه، 5 سال دیگه، نه ولی آخرش از چند سال پیش به این طرف بعضی از بزرگان نظرشون اینه که ما توی وقت اضافه هستیم. جهان، این زمین بخش زیادیش نابود خواهد شد. تمام کسانی که ایمان دارند زنده خواهند ماند، حتی اون ایماندارانی که مردن از قبل بلند میشن، لباس میپوشن، عطر میزنن. جهان